سلام، من شهرام هستم و خوش اومدی به اپیزود دوم از پادکست سایه نهم، دیکتاتور درون. قسمتی که شاید یکم سخت‌تر باشه چون قراره برگردیم به عقب، خیلی عقب‌تر از امروز، عقب‌تر از کار و رابطه و جامعه. میخوایم بریم سراغ دوران کودکیمون. بذار از همین اول یه چیزی بگم. هیچ کدوم از ما با ذهن دیکتاتور به دنیا نیومدیم. ما دیکتاتور زاده نشدیم، دیکتاتور ساخته شدیم. ساخته تجربه ها، تنبیه ها، سکوت ها، ترس ها و مهمتر از همه تقلید. ما هممون یه زمانی بچه هایی بودیم که فقط دنبال دیده شدن بودیم و شنیده شدن. ولی چی شد؟ کی یاد گرفتیم که قوی تر بودن یعنی ترسوندن؟ کی یاد گرفتیم که اگر اعتراض کنیم تنبیه میشیم؟ کی فهمیدیم که نظر دادن فقط یه حقیه که بزرگا دارن؟ تو خیلی از خانواده ها دیکتاتوری از همون روزای اول شروع میشه. نه با بدی، واقعا نه با نیت بد، بلکه با یه فرهنگ تکرار شونده غلط، با یه سری جملات کلیشه‌ای که حتی شاید پدر مادرها خودشون متوجه آثار مخربش نبودن. حرف نزن، بزرگترت میفهمه، تو غلط میکنی نظر بدی، تا من نگفتم نخند، برو تو اتاقت، نگو نه، تو اجازه نداری تو کار بزرگترت دخالت بکنی، تو حق نداری رو حرف بزرگترت حرف بزنی و از این قبیل جمله ها که کم و بیش همه ما در خانواده های ایرانی یا در سطح جامعه، تو مدرسه و هر جای دیگه بارها شنیدیم، خرد شدیم و هممون یه روزی از این حرفا بیزار بودیم و متاسفانه بعدن که بزرگتر شدیم انگار فراموش کردیم که در دوران کودکی چه حسی را با شنیدن این جملات تجربه می‌کردیم و در نهایت بیرحمی خودمون هم این چرخه مخرب را ادامه دادیم و این فاجعه است. چرا؟ آره، ما یاد گرفتیم که ارزش ما وابسته است به اطاعتمون و اگه میخوای دوست داشتنی باشی باید مطیع باشی. حالا اون بچه سرکوب شده بزرگ میشه و یهو میبینی تو اولین فرصت قدرتی که نداشته رو میخواد روی بقیه پیاده کنه. رئیس میشه و رفتار پدرش رو تکرار میکنه. مادر میشه و همون جمله هایی رو میگه که خودش ازشون زخم خورده. معلم میشه و بچه ها رو تحقیر میکنه. همسر میشه و به جای گفتگو فقط دستور میده. و اینجاست که میفهمی ما فقط تکرار شدیم، نه تغییر. یادمه در دوران خدمت سربازی یه سیکل معیوب و ناراحت کننده‌ای در بین سربازا بود. کسایی که سربازی رفتن باهاش آشنان ولی متاسفانه اکثرا خودشون توی سیکل قرار گرفتن و شاید فقط اندکی متوجه این بازی شدن و یا سعی کردن طور دیگری توی این میدون بازی کنن. این بازی کثیف اینطوری بود که یک نفر یا تعداد کمی از سربازا به عنوان ارشد و مسئول سربازای دیگه قرار می گرفتن و تا حد امکان به هم خدمتی و بچه‌هایی که هم نوع و هم رده خودشون بودن ظلم می کردن و اونا رو توی فشار می ذاشتن و بقیه سربازا که تحت این فشار بودن مسلماً همیشه ناراضی بودن و نفرین و ناله می کردن. هر از گاهی به دلیل بیکفایتی یا پایان دوره خدمت و یا زیرآبزنی این مسئول و ارشد عوض می شد و یه سرباز دیگه جایگزین می شد و باز همون کسی که تا دیروز نفرین و ناله می کرد همون بلاها رو سر بقیه همخدمتیاش در می آورد و این سیکل ادامه داشت. حالا بیایم برگردیم به خودمون. ببین، تو ذهن هر کدوم از ما یه کودک زخمی هست و یه دیکتاتور درون. وقتی اون کودک احساس ناامنی میکنه، دیکتاتور درون فعال میشه. به خاطر ترس از رد شدن کنترل میکنه. به خاطر ترس از بیارزشی توهین میکنه و به خاطر ترس از نادیده گرفته شدن فریاد میزنه. پس هر بار که حس کردی داری کسی رو تحقیر میکنی، داری قضاوت میکنی یا میخوای قدرت نمایی کنی، یه لحظه وایسا، نفس بکش و از خودت بپرس این الان از کجای کودکیم اومده؟ چطور میشه این چرخه رو شکست؟ اینم چند تا تمرین ساده ولی عمیق. گفتگو با کودک درونت.
بشین یه شب با خودت، چشمات رو ببند و تصویر خودتو وقتی 5 یا 7 سالت بود ببین. اون کودک چی کم داشت؟ چی دوست داشت بشنوه؟ اونو بغل کن، باهاش حرف بزن، الگوهای خانوادگی رو شناسایی کن. ببین چه جمله هایی هنوز توی سرت پخش میشن. آیا صدایی هست که بهت میگن تو کافی نیستی؟ تو اشتباه میکنی؟ تو نباید حرف بزنی؟ جای تنبیه مکث کن. وقتی کسی اشتباه میکنه قبل از فریاد کشیدن یا تحقیر یه لحظه مکث کن. همون کاری که دلت میخواست با تو بکنن حالا تو با بقیه بکن. بازنویسی روایتت. گذشته تغییر نمیکنه، ولی معنیش چرا؟ تو میتونی از یه قربانی سیستم به یه آگاه تبدیل بشی و آگاهی یعنی آزادی. ببین ما دیکتاتور نمیخوایم باشیم، ولی تا وقتی که کودک درونمون زخمیه دیکتاتور درونمون زنده است. تا وقتی خودمون رو نبخشیم نمیتونیم مهربون باشیم و تا وقتی گذشته رو درک نکنیم آینده رو هم تکرار میکنیم. تو میتونی نسل بعد رو با یه مدل دیگه از قدرت آشنا کنی. قدرتی که از عشق میاد، نه از ترس، از آگاهی میاد، نه از کنترل، و از همدلی میاد، نه از تحمیل. من شهرام هستم و این بود اپیزود دوم پادکست سایه نهم. جایی برای دیدن خودمون، شنیدن زخمامون و ساختن آینده‌ای که شبیه دیکتاتورا نیست.